داستان پادشاهی که هر شب با یک دختر باکره میرفت روی تخت خواب و بامداد اون روز میکشتش. شهرباز وقتی که برگشت به خونه هم غلام‌ها رو، هم کنیزا رو و هم خانم خودش رو کشت و انداخت جلوی سگ. بعد اون هر شب با یک دختر باکره میرفت روی تخت و بامداد اونو میکشت. 3 سال به این روند ادامه داد که داخل شهر دیگه هیچ دختری نمونده بود. مردم دست دختراشون رو بر می‌داشتن و فرار میکردن. بعد یه مدت رفت به وزیرش گفتش که یه دختر برای من پیدا کن. وزیرم هرچی گشت هیچ دختری رو پیدا نکرد. در نتیجه اندوهگین رفت خونه. وزیر داخل خونه 2 تا دختر داشت. یکیشون دنیازاد بود، یکیشون شهرزاد. شهرزاد اهل شعر بود. وقتی که پدرش رو دید خیلی ناراحته، به پدرش گفتش که بر دل غم روزگار تا کی داری؟ بگذار جهان و هر چه در وی داری، با یار شرابی و طلب پای گلی، در دست کنون که جرعه می داری. پدرم که دید شهرزاد داره شعر میگه بهش داستانو گفت و شهرزاد گفتش که پس این بار منو بفرست. من یا مثل بقیه میمیرم یا یه کاری میکنم که دخترای این سرزمین دیگه راحت باشن و جون سالم به در ببرن. پدر به شهرزاد گفت که من میترسم که تو اتفاقی برات بیفته که سر زن دهقان افتاد. داستان زن دهقان. میگن دهقانی بوده که زبون حیوونا رو میفهمیده، خودش هم یه عالمه حیوون داشته. یه روز که تو طویله وایساده بوده داشته به حرف حیوونا گوش میداده، گاو ناله میکرده که چرا همش از من کار میکشین و به خر میگفته. به خر میگفته که تو اصلا ازت کار نمیکشن، تو بخور و بخوابی و این داستانا. خر بهش میگه که امشب هیچی نخور و حالت مریضی به خودت بگیر تا دهقان فردا باهات کاری نداشته باشه. گاو هم این کارو میکنه. فردا که دهقان میره بالا سرشون میبینه که گاو خیلی هیچی نخورده و ضعیف شده و اینا. خره رو میبنده به اون داستانه که گاو انجام میداده، کارو از خره میکشه. گاو میاد و خر برمیگرده و گاو کلی ازش تشکر میکنه و اینا. روز بعدم به همین منوال میگذره. به جایی میرسه که خر که دیگه خیلی خسته شده بوده، یه شب برمیگرده به گاو میگه سعی کن خودتو جمع جور کنی و دوباره برگردی به کار، چرا که اینا میخوان تو رو سر ببرن و به صورت نظری پخشت کنن که بری. گاو هم فرداش شروع میکنه مثل گاو کار کردن و دهقان که اینو میبینه شروع میکنه به خندیدن. زن دهقان اینو میبینه و از دهقان میپرسه برای چی میخندی؟ تو داری به من میخندی؟ چرا میخندی؟ و از اینجور حرفا. دهقانم که زنشو خیلی دوست داشته چیزی بهش نمیگه و میگه که من این رازو به تو میگم ولی بعدش میمیرم و همه اطرافیان جمع میکنه و اینا که وصیت کنه. دهقان رفتش که وضو بگیره و در عین راه رفتن دید که سگش داره به خروس میگه که ما صاحبمون داره میمیره ولی تو خوشحالی و داری آواز میخونی. خروس برگشت گفتش که صاحب ما یه آدم احمقیه، چرا که من خودم نزدیک 1000 تا 13-14 تا مرغ دارم، گاهی باهاشون با نرمی رفتار میکنم، گاهی با سفتی رفتار میکنم. صاحب ما خیلی آدم احمقیه، چرا که من 13 تا مرغ دارم ولی با همشون بعضی وقتا به نرمی برخورد میکنم، بعضی وقتا به سفتی، ولی خواجه از پس همین یه دونه خانومم بر نمیاد. من اگه جاش بودم به جای اینکه رازم رو به خانومم بگم یک تیکه چوب بر میداشتم و اونو به شدت میزدم و خواجه هم همین کارو کرد، یه تیکه چوب برداشت و خاتونو زد. شهرزاد رو به دنیازاد کرد و گفتش که من میرم امشب پیش شاه و تو رو طلب میکنم، تو هم بیا و از من یک داستان بخواه. شهرزاد میره و پیش شاه، شب میشه و دنیازاد رو میخواد و اینا. دنیازاد میره اونجا. وقتی که اینا کاراشون رو میکنن و داستان تموم میشه، دنیازاد برمیگرده میگه که خواهر من شب نمیتونم بخوابم، لطفا یه داستان برای من بگو که من خوابم ببره.
شهرزاد هم میگه اگه ملک اجازه بده من شروع میکنم به داستان گفتن. از اون شب شهرزاد شروع میکنه به قصه گفتن، قصه ها رو نصفه میگه و این باعث میشه که ملکزاد شهرزاد رو نکشه و فردا شب ادامه اون رو میگه و دوباره یک داستان نصفه رو تعریف میکنه و پادشاه هم از کنجکاوی زیاد شهرزاد رو نمیکشه و میره برای قصه بعدی.